سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مهلت حبس 4 متهم اساسی حمله کراکوس 3 ماه دیگر تمدید شد. یک کشتار و 10 زخمی در یک صدمه سخت در نوحه خراسان. شکار جین در وحدت جین بود یا جوان افریقایی تبار. مجازات بلاگر مریم یا رقیه حاجی مرادوه برای نشر عکس و ویدیوهای نیموریان. 15 شبانه روز حبس بلاگر متین پیرزاده برای پهن کردن ویدیوهای بدنام کننده. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نوحه بسمن شهر مسکو روز 16 آگوست سال 2024 درخواست تفتیشات را در مورد تمدید زمان حبس 4 متهم اساسی در حمله خونین به تالار کنسرت‌های کراکوس را تمدید کرد. دادگاه پوشیده گذشت و مردم را تنها به قسم قرائت حکم راه دادند. عیبدار شوندگان به تالار تحت رژیم خیلی شدید می درآوردند و می برآوردند. بنا به مشاهده ژورنالیستان در دست و پای آنها زولانه‌های زنجیرپیچ زده شده بود و آنها تنها در حالت نیم خم حرکت می کردند. تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو خبر داد که دادگاه زمان حبس رجب علیزاده سید اکرم، فیضوف محمد صابر، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایف را برای 3 ماه یعنی تا 22 نوامبر سال 2024 تمدید کرد. به این ترتیب از زمان بازداشتشان در سنه 23 مارس این 4 نفر کمش 7 ماه و 28 روز در پس پنجره خواهند ماند. به بالای این دادرس ایوگنی نیکولایف گفت که به عیبنامه آنها در برابر دیگر اتهامات تروریستی باز 2 اتهام نو افزوده شده است: تعلیمات تروریستی گرفتن و عضویت در سازمان تروریستی. دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف بر اساس قسم 2 ماده 205 به عضویت در سازمان تروریستی و بر اساس ماده 205 قسم 3 کودکس جنایتی روسیه به تعلیم گرفتن با مقصد انجام دادن فعالیت تروریستی عیبدار می شوند. گفت ضمن قرائت قرار دادگاه خانم نیکولایوا در مواد پرونده گفته می شود که این 4 نفر عضو سازمان تروریستی ولایت خراسان بودند. محض این سازمان که پایگاه اساسیش در افغانستان جایگیر شده است و آن را شعبه شرقی داعش نیز می نامند، مسئولیت حمله تروریستی شام 22 مارس سال 2024 در شهر کراسنگورسک را به دوش گرفت. آن شام 4 حمله‌گر مسلح وارد تالار کنسرت‌های کراکوس تیال شده ازدحام تماشابینان به کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک آمده را خود سرانه تیرباران کردند. در نتیجه 145 کس کشته شد. مقامات روسیه میگویند که در رابطه با این حمله خونین بیش از 20 نفر را دستگیر کردند. قریب همه آنها از جمله 4 نفری که تفتیشات حمله‌گر اساسیشان میشمارد زادگان تاجیکستانند. متاسفانه وقت‌های آخر زادگان تاجیکستان به یک نیروی اساسی ضربه‌زن برای داعش و ولایت خراسان تبدیل یافتند و چندین حمله آخرین این گروه تروریستی در کشورهای گوناگون با دست جنگجویان تاجیکستانی انجام داده می شود. در نتیجه تصادف نقلیاتی در نوحه خراسان ولایت ختلان که کاربران با فرستادن چندین نوار دهشتبار تصویر کردند، به اطلاع رسمی 1 کس جان باخته مجروحان نیز هستند. حادثه روز 18 آگوست سال 2024 روی داد. سبب صدمه و زیان رسیده تا حال حساب نشده است. بنا به نوار فرستاده کاربران روز 18 آگوست 1 دولان در حدود نوحه خراسان به چند ماشین برخورده است. دولان از طرف دوشنبه آمده است. در نزدیکی نقطه فروش سوزشواری 1 ماشین را زده است، سپس به چند ماشین دیگر برخورد. گفت یکی از کاربران در نوارها دیده می شود که ماشین دولان در راه چپه شده است و چندین خودرو از پیش و پهلو آسیب دیدند. بعضی از مجروحان در کنار راه ایستادند و برخی را به ماشین سوار کرده به بیمارستان میبرند. نوبدار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بعد از ظهور 18 آگوست خبر صدمه نقلیاتی را در نوحه خراسان تصدیق کرد. وی در تماس تلفنی گفت 1 نفر جان باخته است و مجروحان نیز هستند، اما معلومات دقیق نداد. یک کارمند حکومت نوحه خراسان در صحبت تلفنی گفت که حادثه در مرکز نوحه شده است، در جایی که ماشین ها زیاد می ایستند. طبق معلومات ابتدایی 1 نفر به هلاکت رسیده
تقریبا 10 نفر جرات برداشتند. بازرسی دولتی اتومبیلی شرح می‌دهد افزود امصوبت ما این نخستین صدمه پرقربانی با اشتراک ماشین‌های بارکش دولان در راه‌های تاجیکستان نیست. از جمله شب 7 آگوست سال 2023 بر اثر در درآمدگاه شهر کولاب به چند ماشین و خانه‌های مردم برخوردن یک ماشین دولان که از خطای مال‌های کانسیلیاری می آورد 10 نفر هلاک و 13 تن دیگر زخمی شدند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 آگوست سال 2024 از بازداشت باز یک جوانزن بلاگر برای نشر رسم و ویدیوهای ضد اخلاقی خبر داد. میلیسیا گفت هرچند شبکه‌های اجتماعی وسیله خوبی برای معاشرت مجازی است، اما بعضی از شهروندان با مقصد غرضناک از آن سوء استفاده نموده رسم و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌سازند. از جمله شهروند حاج مراد و رقیه ساکن 22 ساله شهر دوشنبه با نام مستعار مریم در اینستاگرام و فیسبوک صفحه خود را تأسیس داده با مقصد زیاد نمودن شماره ابونچیان خود منتظم رسم و نوارهای نیم‌عریان و غیر اخلاقی را پهن می‌کرده است. میلیسیا با نشر چند عکس این به نام بلاگر گفت این دو سه رسمی که نشر می‌گردند نمونه ناچیز از رسم و نوارهای پهن کرده اوست. وابسته به این نسبت به نام برده مواد ضروری ترتیب داده شده در دایره طلبات قانونگذاری به جوابگری جلب کرده شد. درباره اینکه این به نام بلاگر را مشخصاً چه جزا دادند در خبر چیزی گفته نشده است. قبلا چند بلاگر دیگر را در پایتخت تاجیکستان برای عین چنین اعمال یا جریمه بستند و یا تا چند شبانه روز به حبس مأموری میکشاندند. میلیسیای دوشنبه بار دیگر از کل شهروندان خواسته است که ضمن استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی آداب و معیارهای اخلاقی را رعایت نمایند، زیرا هر عمل در نزد قانون جوابگری دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 16 آگوست سال 2024 خبر داد که بلاگر متین پیرزاده به مقصد زیاد کردن شماره ابونچیانش در اینترنت به تهیه نوارهای بدنام کننده مشغول شده برای این اعمال نامطلوبش دستگیر و به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. میلیسیا ختلان گفت متاسفانه برخی بلاگرها با وجود آنکه معلومات حرفه‌ای ژورنالیستی و فنی ندارند از امکانات فناوری‌های معاصر با مقصد به دست آوردن منفعت‌های پولی زیاد نمودن شماره ابونچیان استفاده می‌برند و در نوارهای خود با ویران کردن معیارهای اخلاقی و اتیکه کسبی ژورنالیستی شان و شرف شهروندان را پست می‌زنند. از جمله روز 15 آگوست در چند شبکه اجتماعی از جانب بلاگر با نام متین پیرزاده نوار نشر شد که به دلیل پس زدن شان و شرف دختران و پسران مورد انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. این نوار باعث مراجعت زنان و دختران تحقیر شده به ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گردید که خواستار اندیشیدن چاره‌های قانونی نسبت به متین پیرزاده برای پخش نوارهای بدنام کننده در شبکه اینترنتی شدند. کارمندان میلیسیای ولایت ختلان مراجعت و شکایت زنان را مورد آموزش و بررسی قرار داده در نتیجه راه‌اندازی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شخصیت به اصطلاح بلاگر را آشکار و به مقامات میلیسیا دسترس نمودند. نامبرده در اصل سلیموف سبحان میرزا شریفوویچ سال تولدش 1996 زاده و استقامت کننده دهه زرگر در کنار شهر وحدت بوده. ضمن سنجش معین کرده شد که فعالیت بلاگری را با تخلص متین پیرزاده پیش بری و با مقصد زیاد نمودن صف طرفداران خود در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به تهیه نوارهای بدنام کننده نسبت به زنان و دختران مشغول شده است. در نتیجه نسبت به بلاگر دستگیر شده پرونده حقوق ویرانکنی مأموری بر اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دوباشه ترتیب داده شده. نسبتش در اساس قرار دادگاه شهر باختر حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق کرده شد. تحقیق پایگاه خبری بامداد نشان داد که متین پیرزاده در صفحه‌اش در اینستاگرام بیش از 18000 ابونچی داشته است.
ولی این صحیفه‌اش الکی مسدود شده است. اما شماری از ویدیوهای او در صحیفه‌اش در فیسبوک هنوز باقی ماندند. متین پیرزاده در این نوارها که اکثرا در شهر بختر ثبت شدند اساساً از پس دختران می رود و از آنها رقم تلفن‌هایشان را می پرسد و همین طور دخترانی که از صحبت با او سر می پیچند یا رقم تلفنشان را نمی دهند عیبدار می کند که برای تنفروشی به این شهر آمدند. در یک نوار دیگر متین پیرزاده دو پسر نورس را که دوستانه دستانشان در کتف‌های یکدیگر گذاشته رفته ایستادند عیبدار می کند که آنها گلوبوی یعنی همجنسگرایند. قسم دیگری نوارهای متین پیرزاده ثبت صدای صحبت‌های تلفنیش با دختران گوناگون است و از برخی ثبت‌ها برمی آید که آنها در عوض وعده اینکه درباره‌شان نوار پخش نکند به این بلاگر پول گذرانیدند. یکی از این دختران بلاگر را گناهکار می‌کند که پول گفتگیت را دادم ولی باز نامردی کردی و پهن کردی نوار مرا. او همچنین مستوی در کوچه و باغ‌های بختر خوابیده را به نوار می‌گرفت و نشر می‌کرد. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 آگوست سال 2024 خبر داد که ساکن 21 ساله پایتخت تاجیکستان اسمتزاده صدام حسین را برای به صورت بی‌حد بلند تا 166 کیلومتر ساعت راندن ماشین پورشه‌اش دستگیر و مجازات کردند. میلیسای دوشنبه گفت با مقصد خودنمایی و طریق شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمودن کردارهای حقوق ویرانکنی خلاف قانونگذاری است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات میلیسای پایتخت تاجیکستان شهروند اسمتزاده صدام حسین سال تولدش 2003 راننده واسطه نقلیات تمغه پورشه رقم قید دولتیش 0911 RR01 ماشین خود را به صورت بلند اداره نموده همزمان این کردار خود را به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است که باعث واکنش‌های منفی شهروندان گردید. از جانب میلیسای پایتخت حالت مذکور مورد سنجش قرار داده شده اسمتزاده صدام حسین و ماشین او به میلیسیا دسترس کرده شدند. خود صدام حسین یا نزدیکانش برای شهر ماجرا دسترس نیستند ولی در ویدیوی در اینترنت نشر شده دیده می شود که او در یکی از خیابان‌های پایتخت سرعت ماشینش را تا 166 کیلومتر ساعت بالا میبرد. این در حالی است که در حدود شهر با سرعت از 50 کیلومتر ساعت بلندتر راندن واسطه‌های نقلیات ممنوع می باشد. وابسته به این حالت نسبت به نامبرده طبق طلبات ماده 324 و 325 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده او را جریمه بستند. رئیس گفتگوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت شهروند بنگلادش حسین عبدالرزاق با اتهام ساحری خبر داد. حسین عبدالرزاق که موقتا در کنار شهر وحدت کار و زندگی میکرد چند مدت باز در بین میزاجانش همچون سیرگر بی‌همتا نام برآورده گویا به واسطه اشیاء گوناگون قادر به گرمی و خنک کردن مناسبت‌های بین آدمان بوده است. او همچنین با استفاده از هر گونه گیاها و اسباب کرخت فال بینی و بختکشایی میکرده است. در گزارشی که شام 15 آگوست سال 2024 نشر شد این اعمال حسین عبدالرزاق را مردم فریبی عنوان کردند. گفته می شود کارمندان ریاست گفتگوی جنایی وزارت کارهای داخلی کردار مردم فریبانه این شهروند بنگلادش را آشکار کرده هنگامی از نظر گذراندن منزل استقامتیش یک مقدار گیاهایی که او در کار خود استفاده میکرد یافته و مصادره کردند. حسین عبدالرزاق هنگام بازداشتش در مثال یکی از کارمندان میلیسیا هنر خود را به نمایش گذاشته با داشتن از یک دستی او در بدنش یک سلسله بیماری‌ها از جمله درد جگر، درد زانو، خنک گرفتن پیشابدان و با چندین بیماری دیگر را آشکار کرد. ولی او گفت در این زمان دل و شش و جگر این مرد خوب است و یگان مشکل ندارد. معلوم نشد که آیا این تشخیص واقعیت داشت یا بافته خیال حسین عبدالرزاق بود. درباره چگونه از بنگلادش به تاجیکستان آمدن و در دهه تنگایی مقیم شدن حسین عبدالرزاق در گزارش وزارت کارهای داخلی یگان تفصیل داده نشده است. نسبت به این شهروند بنگلادش بر اساس ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان با اتهام مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی پروتکل ترتیب داده حسین عبدالرزاق را جریمه بستند. این بند قانون بعد تغییرات تازه ماه ایون سال 2024 به آن وارد شده همچون جزا برای فالبینی و جادوگری جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی از 5760 سامانی تا 7200 سامانی یا از $525 تا $650 یا حبس مأموری به مدت از 10 تا 15 شبانه روز
پیش بینی میکند. مقامات ملی تاجیکستان از ماه فوریه سال جاری به این طرف معرکه گسترده را به ضد فولبین ها، جادوگران و داخانا و جیم برارها برو انداخته در این نیم سال گذشته 100 نفر را در شهر و ناحیه‌های مختلف جمهوری با چنین اتهام دستگیر کردند. ساکنان میگویند یک بخش از ادامه این پیشه دست کشیدند، اما قسم دیگر به این کار ادامه میدهند، البته به طور پنهانی و با احتیاط خیلی زیادتر تا که دیگر باره به دست نیفتند. در اینترنت ویدیوی بازداشت جین در وحدت سر و صدای زیاد به پا کرده است. مؤلف ویدیو می نویسد جین گویا 3 شبانه روز باز همه را می ترساند و مردم وحدت شبا خواب نداشتند، اما طوری به نظر می رسد شکار گویا جین در وحدت با بازداشت یک جوان سیاه‌پوست انجام یافته است. در ویدیو نشر شده در داخل یک ماشین جوان سیاه‌پوست ظاهرا افریقایی تبار دیده می شود که مردم هنگام جستجوی جین او را در وحدت دستگیر کردند. معلوم نیست که او کی و مشخصا در کدام گوشه شهر وحدت یا دهات اطراف آن دستگیر شده است. در ویدیو 2 نفر با پیراهن رنگش سفید ملیسگی نیز دیده می شوند. یکیش دستگیر شده را به ماشین سوار کرده ایستاده است و دومی در دستش یک ظرف آب در پهلوی دستگیر شده در ماشین نشسته است. ولی مقامات ملی شهر وحدت و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت این جوان سیاه‌پوست ظاهرا افریقایی تبار که برخی او را جین گمان کردند یگان شرح ندادند. کاربران می نویسند 3 شبانه روز باز پیدا شدن شبح ناشناس در وحدت مردم را سخت ترسانده و مردم در دهه ها شبها حتی نو به دوره تشکیل کرده بودند. وقتهای آخر در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان از جمله در اسفره و کون بادام و پنجکین نیز آوازه ها درباره پیدا شدن شبح های مشکوک یا افرادی که گویا خود را کارمندان مقامات وانمود کرده به خانه مردم حمله میکنند پخش شده بود. ولی در وحدت آوازه درباره پیدا شدن گویا جین مردم را چند روز باز بی‌ضابطه کرده بود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.